در زندگی انسانی همراهی و رفاقت امر خیلی بسیار بزرگ است در تعیین سرنوشت انسان. بسا برادرهای هستند که توسط دوست نیکیشان الله متعال وارا کشانده دعوتگر بزرگ جور شده، اما بسا مردمای خیلی نیک است که در پهلوی نعوذ بالله شخص فاسد او را کشانده نعوذ بالله به فساد. از او خاطر انسان در زندگی خود همراهی داشته باشه که همیشه ای را دعوت به سوی آخرت بکنه، به سوی تقوا بکنه. اینطوری افراد پیدا کردن بر یک انسان ضروری است. چرا انسان تنها مایوس میشه، پریشانی سرش میاد، در دورویی قرار میگیره. همیشه که انسان تایید میکنه، دل میده، شجاعت میبخشه. این قرار گرفتن یک دوست نیک و او کسی که یقینا معلومات داره در مورد دین، او طور آدم تشویق و میکنه و شجاعت میبخشه. از همون خاطر است در مسیر زندگی انسان باید رفیق داشته باشه. و چه قسم رفیقا؟ که اینی طور صفات داشته باشه. یقینا دعوت وظیفیش باشه، تصدیق حق میکنه، لجوج، متعصب، نعوذ بالله متکبر، حسد کننده نباشه. بعد از اون اموتر قربانیان بده در موقع در کدام فرصتی که برشان مصیبت، تکلیف، رنج میرسه استادگی بکنه و همچنان عملش نمایانگر عقیدش باشه که کدام چیزی در عقیدش است در عملش مکمل پیاده شوه و دیده شوه. اینطور مردم ها انسان خود به خود، چرا که با یک دوستی که تو زندگی میکنی اگر رو بخیزه نماز خفته نمیخوانه او تو در اتاق استی نمیخوانی شرمنده میشی، مجبور استی تو را، باز خصوصا که تو را دعوت هم میکنه تو باید مپذیری. از او خاطر برای ازی که انسان خطا نشوه، اغوا نشوه، همراه نیک پیدا کردن این گپی خیلی ضروری است. وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجال وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجال أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا فأكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى
وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجالا وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال